چی چیزی میتواند سطح زندگی اهل خانواده شما رو بهتر کند؟ سطح زندگی اهل خانواده ما رو دانش و خانه حرکت کردن، کار، یک جای کاری خوب داشته باشی، خانه داشته باشی. همین من میفارم همین زندگیم به خانه دار باشم. دو تا فرزندم داره، همینا جای کردم در کار. کار جای کاری بهترین باشد. چرا جای کار؟ چون که اویلای کالون دارم و این اویلا رو حتما فرزندا رو تامین کردن، روزگار، درآمد خوب، مزد مهنت خوب، همون چیز میتواند زندگی بهتر کنه. به همین اویلوی مرد وجود داره. اگر مرد نباشه در زندگی چی نمیشه، اویلا وجود نمیاره. اگر شوهر می‌داشتم زندگی من بهتر میشد. اگه شوهر ندارم من، اما بچه‌م همچون مرد نگاه میکنه، همچون در زندگی چی میکنه، اویلا داری را. آن چیزی که در زندگی صرف میشد همون چیزا میتونه زندگی ما رو بهتر کنه. مثلا یکم نان، دوم گوشت، دوم این و همون چیزایی که در روزگار وای میشوند. و فکر من علم و معرفت باشه. چرا علم و معرفت؟ چون که پیشروی این زندگی از علم و معرفت وابسته است. اگر من دانشگاه عالی را با بهای خوب علا بود کنم، کار کرده سربلندی دولت میشم. با فکر من مبلغ میتواند که زندگی ما رو بهتر کنه. همین پول که داشته باشی کار تا خودت پیش میبری، با یگم زود مقصد گردن خم نمیکنی، محتاج یگم کس هم نمیشی. چرا مبلغ میتواند؟ برای آنکه همه چی رو حل میکنه. به پول سخنت اثر ندارد گفتگو. پولی همه ای گپای بچم سلامتی را با هیچ چیزی دنیا خریده نمیشه. نه با پول، نه با زر، نه با طلا، با هیچ خریده نمیشه. سوم دیگه چیه؟ چی سوم؟ دیگه سوم برای سوم جون کنده شدیم که 4 سوم یایم بریم زندگی را بریم. تمام. یا تا به پول نتیاد بخری. هم برای دهانون جون کنده و علاف دراوده و زندگی را برده ایستدیم. از پسی میلیون ها و از پسی پول بسیار گشتن و از پس یک بریده نان راحت جان. نمیدونم چی چیز؟ آرامی؟ یک دیگر فهمی؟ برای چی یک دیگر فهمی؟ وقتی که یک دیگر فهمی هست همش خوب میشد به فکر من. برای انسان از همه چیزی گوهر قیمت یا نایابترین این پدر و مادر است، نه اینکه مال و ملک و ثروت. برای انسان از همه چیز بهتر این پدر و مادر است. خوشبختی در نزد پدر و مادر ایستادن زیستن، همراه آنها آسوده زیستن، همین خودش ثروتی به بهاترین دنیا است.